درود و دوستت. درود آقا. توی ویدیو قبل کامل بخش هوم را توضیح دادم داخل ستینگ که اینجا بهتون توضیح دادم اینا هر کدوم چه کاری انجام میده. الان دیگه میخوایم بریم داخل تنظیمات اصلی سیستم که دیسپلی، ساوند، نوتیفیکیشن و بخشای اصلی سیستمتون رو میبینیم که خب دیگه از دیسپلی شروع میکنیم. البته بهتون قبل شروع بگم که این اسم و رسم سیستم و مایکروسافت 365 و وان درایو و ویندوز آپدیت و اینا تو بخش هوم توضیح دادم، اگه ندیدین ببینین تو ویدیو قبلی. الان دیگه می‌خوایم بریم داخل دیسپلی رو توضیح بدیم، یعنی نمایشگر. دیگه بریم سریع شروع کنیم که ویدیو زیاد طولانی نشه چون تنظیمات زیادی داره. خب اولین چیز برایتنس نور صفحه نمایشگره که حالا من زیاد و کمشم کنم واسه شما مشخص نیست چون دیگه نور صفحه نمایش خودمه. شما نمیتونید ببینید توی نمایشگر خودتون، باید برین خودتون تست کنید. change brightness بذار on content. ببینید الان مثلا این آن باتری آنلی رو که گذاشتیم میتونیم آف کنیم. الان من بهتون توضیح میدم که این چیه. ببینید الان من مثلا گوگل کروم رو اجرا میکنم. کروم، ببینید الان این گوگل کروم. خب الان ببینید این صفحه سفیده. من حالا برای مثال گوگل کروم دارم میگم که حالا صفحه سفیده. شما هر برنامه‌ای که صفحه سفید داشته باشه بیاین اینو روشن کنین، این میاد تو برنامه‌ای که صفحهشون سفیده نور صفحه نمایش کم میکنه که فشار به باتری نیاد. از اونجایی که وقتی توی صفحه سفید خوب به باتری بیشتر فشار میاد که اون نور سفید رو تولید کنه، این میاد تو بخشایی که صفحه تو مثلا یه برنامه سفیدی میرین میاد نور نمایشگر کم میکنه که هم به چشمتون آسیب نخوره هم به باتری سریع بیشتر عمر کنه، یعنی در واقع بیشتر شارژش بکشه. تو صفحه هایی هم که تیرس میاد نور صفحه نمایش زیاد میکنه که شما بهتر ببینید باز و خب عملکرد باتری خوب میمونه. اینو بذارید روی آن باتری آنلی که وقتی مثلا روی باتری سیستمتونه این اتفاق انجام بشه، وقتی وصل به برق دیگه لازم ندارید شما هیچ. اینو بذارید رو آن باتری. حالا آف میذارم چون اصلا این اکانت تست. بعدی چیه؟ نایت لایت. این که گزینه خاموش و روشنشه که حالا من میام اینو گسترشش بدید، اینجا کامل توضیح میدم. show warner colors on your display to help you sleep. ببینید صفحه نمایش یه نوری ایجاد میکنه. الان مثلا نور آبیه، در واقع اشعه نور آبیه که شما میتونید نایت لایت رو روشن کنید، این اشعه نور آبی میاد کم میکنه. اشعه نور آبی خب ضربه میزنه در واقع به خوابتون، چون وقتی شما به نور آبی نگاه میکنید این خب خواب از چشتون میپره. در واقع این نور آبی نمیذاره شما راحت استراحت کنید بخوابید. شما وقتی اینو میان روشن میکنید تارن آن داره، این جلوش تارن آن و تارن آفه، یعنی چیز خاصی نیست، همون روشن خاموش کردنشه. وقتی شما میان اینا روشن خاموش میکنین نایت لایت روشن خاموش. این شدتشه که حالا میتونین شما اینا شدتش کم و زیاد کنین. حالا تو ویدیو نمیبینین، البته وقتی برین رو سیستم خودتون تست کنین میبینین زیاد زرد میشه یا زیاد سفید میشه. این وسطات چیز معقولشه. اینا سکچوال نایت لایته. خب این چیکار میکنه؟ این برنامه زمانیه. سانست تو سانرایز، این غروب تا طلوعه که حالا مثلا بسته به منطقه زمانی خودتون تشخیص میده. خودش مثلا 4:58 پی ام تا 6:53 ای ام تشخیص داده که حالا اینجا غروب تا طلوع منطقه ماست. اینجا اگه بذارید set hours، اینا اگه بزنید دیگه خودتون میتونید مشخص کنید چه زمانی روشن شه چه زمانی خاموش بشه که حالا فعلا نیازی نیست خاموشش میکنم. اصلا کلا این نایت لایت چشتون رو راحت نگه میداره، جلوگیری میکنه از خواب ضعیف و چشتون باعث میشه که چشتون ضعیف نشه. کمک میکنه به بینایی و خواب. خب HDR مخفف های داینامیک رنج. HDR در واقع کیفیت عکس یا ویدیو رو توی نمایشگرتون بیشتر میکنه. حالا اون میتونه با افزایش نور
یا با افزایش جزئیات. حالا میریم من واسهتون توضیح میدم تک تک گزینه هاشو چون تنظیماتش زیاده. ببینید اگه وارد بخش HDR بشین، اولین چیزی که میبینید حالا اینجا یه فیلم واسهتون گذاشته که میتونین تست کنین. فیلمی که HDR باشه، کیفیت داره، با نور زیاد و جزئیات زیاد. این حالت تصویر میگن HDR. خب select a display to view or change its settings. میگه که یه نمایشگر انتخاب کن واسه دیدن یا تغییرات این تنظیمات، که حالا من چون لپتاپم یه نمایشگرم بیشتر ندارم اینجا یه نمایشگر گذاشته، ولی خب بعضیا که مثلا 2 تا نمایشگر دارن 2 تا نمایشگر واسه شون اینجا نمایش. خب display capabilities. خب اینجا بهتون نمایش میده که این نمایشگری که دارید الان از HDR پشتیبانی میکنه یا نه. ببینید اینجا نوشته HDR ویدیو استریمینگ. اگه شما بخواید استریم کنین مثلا توی دیسکورد تو جمع دوستاتون هستین، بخواید استریم کنین HDR با کیفیت HDR، بخواید تصویر کامپیوترتون رو صفحه دسکتاپ رو شیر کنین برای رفیقاتون، این مثلا لپتاپ نوشته ساپورت پشتیبانی کنه. یوز HDR توی صفحه نمایشی خودش رو نوشته not supported، خب پشتیبانی نمیکنه تو از HDR تو نمایشگر خودش. که حالا این زیرم بخوام من واسهتون توضیح بدم چون پشتیبانی نمیکنه، خب یه 2 تا گزینه کمتر دارم که اگه از شما پشتیبانی میکنه 2 تا گزینه اضافه تر دارید که حالا دیگه نیاز به توضیح نداره دیگه. من اینا رو که توضیح میدم شما میتونید بفهمید اونا چی کار انجام میده. ببینید نوشته HDR ویدیو استریمینگ، اینو که ساپورت میکنه این میتونید روشنش کنید، استریم کنید توی دیسکورد، اینو میتونید روشن کنین و میتونین استریم کنین با کیفیت HDR تو دیسکورد. اگه شما این یوز HDR رو ساپورت بزنه احتمالا اینجا یه گزینه اضافه تر دارید که HDR رو واسهتون روشن کن. خب display calibration for HDR video. خب این چی کار میکنه؟ این پریویو واسهتون یه چیزی گذاشته، حالت چی میگم پیشنمایش واسهتون گذاشته که ببینین حالا این چی جوریه. calibrate to preview and adjust HDR video. ببینید اینه که میزنی وارد این میشه. ببینید بهتون میگه HDR در واقع چه کاری انجام میده، مفهوم HDR. ببینید میتونه هم با نور زیاد، ببینید اینجا نور زیاده، و با کیفیت زیاد. ببینید اینجا کیفیت رو قسمت رو ببینید نور کم داره ولی کیفیت زیادی داره. در واقع میتونه با نور زیاد و کیفیت زیاد محتوا عکس یا فیلم نمایشگر شما رو کیفیتش رو ببره بالا. حالا اینجا مثلا گذاشته میخوای مثلا مور دیتیلز، این کیفیت رو افزایش بده یا نور رو افزایش بده، افزایش کیفیت یا نوره که حالا شما میتونید بیاین کم و زیاد کنید. ببینید مثلا با نور کم کیفیت زیاد، این ور نور زیاد کیفیت زیاد. حالا دیگه بستگی داره به اون مقداری که خودتون بخواید تست کنین و ببینید چه جوریه. الان نور کم کیفیت زیاد، نور زیاد کیفیت زیاد، دیگه بستگی داره که شما میخواین چه کاری انجام بدین. ببینید مثلا این زیر واسهتون نوشته more details in the mountain. ببینید الان جزئیات بیشتر رو توی کوه دارین. نوشته این برام نوشته more details in the buildings، یعنی جزئیات بیشتر رو توی ساختمان ها دارین. اگر هم دقت کنید تو هر 2 تا تصویر افزایش جزئیات داره و هم در واقع کیفیت میشه دیگه، افزایش کیفیت. میایم بیرون restore default calibration settings. الان مثلا من اینو آوردم روی این گذاشتم، دوست دارم کیفیت زیاد رو بهم نمایش بده. خب اگه بیام اینو بزنم دوباره برم تو اینجا، اینو تغییر داده به تنظیمات پیش‌فرض ویندوز. البته حالا فکر می‌کنم تغییر داد، این میاره تغییر میده. حالا مثلا بستگی داره وقتی شما ویندوزتون رو نصب کردین رو کدوم بوده. مثلا من رو اینجا بذارم بستگی داره دیگه رو کدوم بوده. ببین رو این بوده، وقتی ویندوز من نصب بوده رو این بوده. من الان اگه بیام اینو رو این بذارم ریستور تو دیفالت ها بزنم میره به همون تنظیمات پیش‌فرضی که بوده قبلا. اینو دوباره بزنم برم تو این، ببین دوباره اومده به اینجا. خب باتری آپشنز، این خب اشتهار چون باعث افزایش مصرف باتری میشه، آپشن هم واسهتون گذاشته که اگر دوست دارین بیشترین تمرکز رو بده روی کیفیت تصویر
بیشترین تمرکز رو بده روی طول عمر باتری، که اگه بزنید روی طول عمر باتری اینا میشه گسترش داد و اینجا یه گزینه واسهتون اضافه میشه allow streaming HDR ویدیو آن باتری، که بهتون حالا اگه تیکش بذارید یا بردارید این در واقع داره میگه اجازه بده به استریم کردن HDR روی باتری اگه به برق وصل نباشه، که حالا اگه اصلا بخواید استریم نکنید اصلا تاثیر واسهتون نداره. ولی خب بالاخره این میگه که اجازه بده که اجازه دادن به استریم شدن HDR روی باتری. خب یه گزینه دیگه اینجا داره، ویدیو پلی بک. این ویدیو پلی بک بزنید میره داخل اپس، یعنی در واقع میره اینجا، که من اینو توی قسمت اپس کامل واسهتون توضیح میدم. این چون توی قسمت اپ هست مربوط نمیشه دیگه به قسمت سیستم و ما اومدیم الان داریم سیستم رو توضیح میدیم دیگه، نیازی نیست الان واسهتون ویدیو پلی بک رو توضیح بدم چون از قسمت سیستم خارج میشه. ولی در واقع ویدیو پلی بک همون تنظیمات اشتیار روی ویدیو، حالا بعد توضیح میدم واسهتون. حالا نمیدونم چرا ویندوز گذاشتهش توی اپس در واقع، ولی خب مربوط میشه به همون HDR. حالا توی قسمت خود اپس واسهتون من کامل اینو توضیح خواهم داد. اینجا دیگه البته فکر کنم تایم ویدیو طولانی شد، من اینو قطع میکنم، ادامهشو توی ویدیو دیگه میگم که تایم ویدیو زیاد طولانی نشه. ممنون از همراهیتون. See you later.